سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یکی از ولاگ های دیگه. خدا کنه که همگی جور و صحتمند باشین. باش که یک چند قسطا چون گپاهی بزنم باز حرکت کنیم. پیش از اینکه ولاگ شروع کنم همگی برای سابسکرایب کنن، لایک کنن، کومنتس بتن. دیگه قسمی که میبینین ما و آریان جان سیاه پوشیدیم. So it's basically because of محرم. بخیر ما آمدیم مسجد، یک چند قدم رو در پای میریم نماز شام و قضا نشه دیگه. خودتون ببینید کمک تاریکی هم شده، باید یکم عجله کنیم. و امروز روز چندم محرم است؟ امروز دیگه پنجم است که شب ششم میشه. خب دیگه میریم، تصاویر می داشته باشیم، ویدیو میگیرم، حتما ولاگ تا آخر تعقیب کنین دیگه. let's see how it's gonna go. خدا انشالله طاعت و عبادت همه گیر قبول کنه و عزاداری ما را قبول کنه انشالله. شما هم دعا کنین ما را. so let's go. باش دوستا که آریان جان ما که یک سلام بده. سلام دوستای عزیز، welcome back to our new vlog. قسمی که سنبا جان گفتک مای محرم است، سیاه پوشیدیم، بخیر طرف مسجد میریم که نماز شروع میشه. زیاد پرگویی نمی کنم and then let's see که چطور ولاگ ما بخیر پیش میره. پروگرام های بسیار خوشایند و خوبش است دیگه. خداوند قبول کنه انشالله. و ها نگفته نبانه دوستای عزیز که من تمام ولاگایی که از ماه محرم میگیرم تمامش یک ویدیو جور کرده در نشر میرسانم و شما هم keep watching دیگه. خب حالا ما باید تیز بریم بخاطر از اینکه نماز قضا بشه. دوستای عزیز نماز وقت شده و لایت هم سرخ کم بود که دمی لایت سرخ برام دیگه هیچ شوشم نبود. او مای گاد آریان جان یا خطاز خوانم میگه نماز. let's go. لایت سفید شد، سبزی سفید. I don't know, it's walk time. خب دیگه بریم. کاش بودی کرد با منو یه ایوان لمو تسلیما از شروع میکنیم. بعد فردا یه آیتم مراسم شیرخوارگان مسلمی داریم که مادران و پدران عزیزی که بچه‌های کوچیک دارن حتما مراجعه بکنیم. خب دوستا ما خلاص شدیم، نظرهای خودم گرفتیم که دخواد بخاطر که زیاد بود نمیشه کلش تمام کنیم. باش مام بیا دوستا پشتیم دق نشه. حالا میریم طرف سقاخانه دیگه، تعقیب کنین تا آخر. آریان خواهید نزد خود نخور. نه من خوردم، نگو تو که با سیگان به دوستا میگه که تو نان میخوری. کبریست خوردم، باور کنین دوستا خوردم. خورمه در سرش بود یعنی مگه که دیگه نوش جان کردم. دوستا سنبول همیش میگم ولاگ پر نمیکنه. I know که بعضی دوستا میگن که شما کم میبانین بخاطر که مصروف کار کنن نمیتونه که زیاد ببانه ولاگ. یا خب چی میگن it's not easy to make vlogs. از او خاطر that's true حالا I'm just trying my best. خواهیم داشته باشی یا بخیر خیر باشه. شاید که از این بابات شروع کنیم ولاگ بگیریم یا انشالله. چی میگن من خود زیاد خوش دارم که همیشه ولاگ بگیریم. I love it. So we need support too guys. And we need your support, your subscribe, likes, comments, of course ke comment. And then you can guys share our vlogs to your friends, family. که اگه تو مثلا بیچاره مصروفیت ندارن میتونن که ولاگ سعی کنن و ما جای خوبش میریم و بعد چی میگن ویو میبانیم. یا سا دوستا زیاد تاریکی سالفی را قطع میکنم. سقاخانه رفتیم ویدیو میگیریم بخیر. اوکی
Hey, buddy, come on, I got speaking of. So guys, today is the 6th of Muharram, which is 7th night of Muharram. So basically we are going to masjid again. دیگه تعقیب کنین بازم تمام شبها رو یک جایی به نشر میرسانم، اپلود میکنم ویدیوها را، بلاگ ها را. دیگه تا آخر بیننده باشین. بلاگ ها را لایک، کامنت، سابسکرایب یادتان دوستای عزیز، بیرون بارانی هم است دیگه. بخیر برسیم تا مسجد، بخاطر که هایوی کمه در باران مشکل است درایو کنی دیگه. خیر ما باشه. Let's see. سنیه جان چطور از بلوزایت؟ بسیار عالی. خوبه؟ واقعیتش امروز چندم محرم است؟ امروز 8 of Muharram. دیگه شب نهم می باشه. So now it's rush hour, I think. یا زیاد بیزی سرکا. Busy stuff. Ali? Are you tired? Where you sit? Huh? You want me to sit? Yes? No? Talk. Oh, your cars. You're showing me your cars. Wow. Who got it for you? Who? Coco John? Oh, you're so lucky. Sadqa. Did you say labbaik ya Hussein? MashaAllah, Sadqa. Tears. After praying their Fajr Salat, soon after, the Battle of Karbala began. Imam Hussein alayhi salam had already lost so many. Hazrat Aoun and Hazrat Muhammad and Hazrat Qasim and Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salam. Who among them was left? Hazrat Ali Akbar went to his father. Father, may I now have permission to go for jihad? Allahu Akbar. My fellow Husseini, imagine the scene. Put your hand on your heart and think of what is happening. Look around at your brothers, your sons and your loved ones and imagine what Imam Hussein alayhi salam went through. His son has come to his old father for permission to die. How does a father allow his 18-year-old son to be made shaheed? Ya Imam Hussein. What does he do now? How does he allow his teenage darling son to die? He put Ali Akbar's hands around his neck. Imam Hussein carried his 18-year-old son's body with great difficulty. Ali Akbar's feet dangled, touching the sand of Karbala. Ya Allah, what a test is this? Such patience, such sacrifice. For they killed the best of men in the barren plains of Karbala, the son of Mawla Ali and the Nur al-Ain of Fatima. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are from Allah and to Him we will return. Ala lanatullah ala al-khawm al-alameen. Salawat.
کرونه داری تو سینه من، فقط تو خونه داری قد تمومه، عالم دیوونه داری ارباب خوبم، ماه عطا تو عشق ارباب خوبم، سینه زنا تو عشق ارباب خوبم، شرب و بلا تو عشق ارباب خوبم، سینه زنا تو عشق رسول خاتم. ای کشتی نجات اهل عالم، همه ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا این کشته فتاده به نامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این کشته فتاده به نامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این نخل ترک از آتش جان سوز تشنگی دور از زمین رسانده به گردون حسین. گرچه کفن به بین دنیا نبود،
برون است ما یکی تشکیم حالا تو قصده نگی مرست مردم میترسه دیگه خداوند ذاتی بودت مرکبی کنه این یا دیگه چی؟ الو اکید ماست میبینین آمدیم به خاطر دهم محرم و بیرون قدم بزنیم سه زمین بود باران بود نفهمیدیم اگر چی میفهمیدیم خود اگر چیزی نشد پیدا آمدیم و متوسطیم خیلی سپرنال شد دیگه من دوستا سلام میدم بسیار ببخشین که شاید در آخر بلاگ باشه یا در اولش هست و دیگه بلاگ ما میشه خلاص میشه بلاگ ماه محرم دیگه شما بگید که مدرک کنین و make sure که سابسکرایب کنین لایک کنین کامنت بکنین و صحبت کنین و فراموش نکنین دوستی عزیز خداوند مدرک کنین.